سلام علیکم. Okay, sure. Okay, so the first one was, now that the Taliban have taken Taloqan, what is his current military objectives to consolidate? پروگرام فعلی شما بعد از اینکه طالب‌ها تالقان اشغال کردن چیست؟ فعلا طالبا بعد از یک جنگ شدید، البته با کمک و همکاری مستقیم اردوی پاکستان و افراد اسامه بن لادن توانستند که شهر طالقان بگیرند. باقی تمام اکثریت ولسوالی ها و اطراف طالقان آزاد است و طالبان نتوانستند که تمام ولسوالی ها را اشغال کنند. ما فعلا در اطراف طالقان هستیم، اطراف شهر طالقان. طالبان در اطراف شهر طالقان موضع دارند، ما در اطراف شهر طالقان در برابرشان موضع داریم. پروگرام عمده طالبان دفعتاً ایست که از شهر دفاع کنند و در آینده پروگرامشون ایست که تعرض خود به استقامت بدخشان انکشاف بدن تا بتانند که پروان و کاپیسا و پنشیر را محاصره کرده باشند. و تصمیم قاطع ما ایست اگر خدا بخواهد ما بتانیم امسال دوباره طالقان آزاد بسازیم و دشمن عقب ببریم تا قندوز و از قندوز هم عقب‌تر ببریمش. هنوز جنگای شدید شروع نشده. طالبان تقریبا از یک ماه به این طرف است که جدا مصروف جمع‌آوری افراد آمادگی هستند که بتوانند پروگرام خود تطبیق کنند به شمول پاکستانی ها و هم ما مصروف آمادگی هستیم. تا جایی که فعلا من اطلاع دارم دو قطعه کماندوی پاکستان، دو قند کماندوی پاکستان و یک کندک توپچی تا پاکستانی فعلا در داخل شهر طالقان و در قندوز است. نظر به اطلاعات ما زمانی که خواسته باشند که تعرض طرف بدخشان ببرند، دو قند دیگه پاکستانی هم، دو قند کماندوی دیگه پاکستانی هم با کمک ازیا خواهند. Yeah, just quickly, the gist. تا آخر خلاص کنیم با شما بس ترجمه. We'll say towards the end if there's any question I will Okay, pick sure. from that, but at the moment there's no questions coming from that. Okay, all right. Okay, so so we're not let's get worried. to the next we've got question. it. Okay, so what obstacles has he had over the years in establishing a regular army? چه مشکلات شما روبرو شدین در سالهای گذشته تا به حال برای ایجاد یک اردوی ملی؟ به ایجاد یک اردو مطابق به معیارهایی که در یک کشور است، یکی مهمترین از مشکلی بود در سالهای گذشته که افغانستان توسط مراکز متعدد و قماندانهای متعدد اداره میشد. تنظیم‌هایی که بودند، تنظیم‌های سیاسی هم یک اتحاد اتفاق، یک وحدت نداشتند تا مطابق با او یک اردوی مشترک ترتیب میشد. هر تنظیم خودش جدا بود در طول جهاد و جدا از طریق پاکستان و باقی کشورها اکمال میشد و افراد مسئله جدای خود داشت.
بعد از آزاد شدن کابل هم این افراد مسلح وابسته به هر تنظیم جدا به شکل جدا باقی ماند و اسلحه‌ای که از رژیم سابق باقی مانده بود این در دسترس تنظیم‌های مختلف در ولایت مختلف قرار گرفت. به این ترتیب هم بازم مراکز متعددی در افغانستان به وجود آمد که بسیار مشکل ساخته بود که بتانه که آدم تمام این قوت‌های نظامی را دور یک مرکز به وجود داره. چرا یک وحدت سیاسی نبود؟ زمانی که یک وحدت سیاسی نبود طبعا یک اردوی ملی هم به وجود آوردنش مشکل بود. از نظر ما عمده‌ترین مشکل امی بود. مشکل دیگه ای بود که پاکستان واقعا در راستا جدا در فعالیت بود و جلوگیری میکرد از تشکیل یک اردوی منظم در داخل افغانستان. این کار هم در دوران جهاد کرد و هم فعلا هم که طالبان را جدا کمک میکنه هیچ وقت نخواسته که به طالبان یک اردوی سرتاسری ترتیب کنه، بلکه بازم طالبان را قماندان به شکل قماندانان مختلف جدا میخواه اکمال کنه تا همیشه این وضع در دست خود داشته باشه. Pakistan has always played a role. And Okay, also, Shabu. next question, because he's not going to wait for Okay, that. yep, sure. So is this a good follow-up then? Are negotiations with the Taliban a possibility? در صورتی که طالب ها دستشانده پاکستان هستند امکان مذاکره با طالب ها چگونه ارزیابی میشه؟ ما به منظور قطع جنگ در کشور ما و آمدن سال آماده هستیم با طالبان بشینیم و مذاکره کنیم، در حالی که به خوبی میفهمیم که طالب عالی دست پاکستان است و پاکستانی اهداف خاص خود در افغانستان تعقیب میکنند. با وجود همه ما همیشه طرفدار از این بودیم که دست خارجی را در افغانستان قطع کنیم و من حیث یک افغان با طالب ها بشینیم و روی مشکلات و پروبلم ها هم برایشان گپ بزنیم. البته طرح ما همیشه بوده که ما با طالبان پیشنهاد ما بوده که یک حکومت موقت کوتاه مدت 6 ماه تا 1 سال میتونیم که یک جای کار کنیم. از او به بعد با طرف انتخابات بریم و اجازه بدیم تا مردم افغانستان خودش سرنوشت خود را تعیین کنه. در حکومتی که در آینده ایجاد می شود شما تصویرش داریم که در انتخابات باشه برای زنا هم حق رای می باشه یا نه؟ به یقین از نظر ما هیچ مشکلی نداره که زنها رای بدن. زنها هم میتونن که خودک دیگه کاندید شوند و هم دیگه کاندید کنن، خود هم کاندید کنن، مردم برشان رای بده و هم خودشان رای بده. Okay. Good. What effects are the sanctions against the Taliban having on their campaign? Whose campaign? On the Northern Alliance. چه تعذیرات سازمان ملل بر روی طالبان یا روی افغانستان سر شما مانده؟ نفهمید. چه تأثیر معاصره اقتصادی که سر طالبان ایجاد شده قولهای شما را تأثیر کرده؟ معاصره که در قسمت طالبان اعمال شده یک نوع تأثیرات معنوی داشته تا تأثیرات به خصوص فیزیکی. ای که پاکستان و طالبان سر صدا میکنن که گویا تأثیرات سرشان عجیب و غریب تأثیر کرده، تا جایی که مطلع دارم به اون شکل تأثیر نکرده. تأثیر معنوی داشته مگر تأثیر فیزیکی بسیار به خصوص به اون شکل نداشته. و در قسمت ما اصلا هیچ نوع تأثیر نداشته و نه در سر ما تأثیر داشته و نه سر عام مردم افغانستان. ای که طالبان میگن که سر عام مردم افغانستان هم این تأثیرات فشار آورده، من قطعا با اون موافق نیستم. اصلا هیچ نوع فشاری سر عام ملت افغانستان نآورده تأثیر. Okay. No question from us after that. Okay. If he was to regain control or to gain control, would he give Osama bin Laden back to? در صورتی که شما قدرت در کابل پس بگیرید آیا شما اسامه بن لادن ملل متحد تسلیم میدین یا نه؟ اسامه بن لادن خودش در افغانستان مرتکب جنایت بیشمار شده. او به شمول افرادش به هزارها افغان در افغانستان به قتل رسانده، جنایت کرده، خانه ها را حریق کرده، اشجار را قطع کرده. دیگه نظر ما اول است که بهتر است که اسامه بن لادن در خود افغانستان توسط خود ملت افغانستان محاکمه شود. Afghans will try here themselves. Okay. What role does he think the United Nations should be playing in Afghanistan?
چی رول ملل متحد باید در افغانستان بازی کنه برای آوردن صلح؟ عمده‌ترین مسئله که ملل متحد میتونه که در جهت آوردن صلح بازی بکنه ایست که سر پاکستان فشار بده. برای صلح در افغانستان دو مسئله میتونه مؤثر باشه: یک، مقاومت در داخل; دو، فشار سیاسی از بیرون بالای پاکستان. تا زمانی که ملل متحد نتونه از طریق مراجع مختلف فشار لازم بالای پاکستان بیاره، به یقین که صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. Okay. And what is his vision for the country? شما چی تصویری در ذهن دارید برای آینده افغانستان؟ تصویری که من در ذهن دارم برای آینده افغانستان یک کشور متحد، مستقل، آزاد باقی بمانه و رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین کنه. یکی از اهداف آرمان‌های همیشگی ما بوده که زمینه را مساعد کنیم تا مردم خودش به سرنوشت خود حاکم باشه. دری حکومت آینده اقتصادش بر مبنای چی باشه؟ چی نوع اقتصاد کاپیتالیستی داشته باشه یا شبه سوسیالیستی؟ اقتصاد ما طرفدار بازار آزاد بودیم و اصل بازار آزاد کدام مخالفتی با اسلام نداشته و نداره. He said the word free in what sense? Is شما گفتین که افغان تحصیل کنن، میتونن که برای کار بکنن. تا حدی که من پیشتر گفتم که میتونه که یک کاندید رای بده و میتونه که خودش کاندید بکنه، خود کاندید کنه که مردم برش رای بده. دیگه آزادی یعنی همیشه آزادیایی هستند که مساوی با آزادی است که یک مرد داره. Okay. What type of government would you like to see established here, or did you just ask me that before? چی نوع حکومت رو دوست دارین در افغانستان تأسیس شد؟ یک حکومتی که به اساس آرای مردم، یک حکومت دموکراسی. Is there a country that he would model his? آیا کشوری هست که شما میخواین حکومت افغانستان بر مبنای مدل از او جور شود در دنیا فعلا؟ دموکراسی ها کم زیاد فرق داره، مگر دموکراسی در مجموع معلوم است که به چی طرف. Democracy is all different. Yeah. Okay. But overall, you want a democracy. Okay. All right. Right. So the fighting has been going on for so long, and there's been such a great human toll. How does he keep his troops motivated to keep on? سالان دراز است که جنگ ادامه داره و اثرات خیلی بد روی مردم باقی مانده از خاطر جنگ. چگونه شما میتونید افکار خود تشویق کنید که به این جنگ ادامه بده؟ این جنگ طبعا یک جنگ تحمیلی است و با این جنگ طولانی دراز مدتی که در افغانستان بوده، اگر زمینا اگر واقعا مردم انگیزه به جنگ نمی داشت، دیگه تنها تشویق کردن کسی را وادار نمیکرد که برای جنگ. چیزی که مردم به جنگ وادار ساخته ایست که عملا میبینن که پاکستان در خاکشان تجاوز کرد. دو، ظلم طالب میبینن، میفهمن که در منطقه که طالب حاکم شود عزتشان پایمال میشه، افرادشان کشته میشن، از خانهشان آواره میشن. نمونهایش در پروانکاویسا و شمالی، نمونهش در طالقان، نمونهش در خوجاوار مردم دیده. مردم قتلای عام در شمال افغانستان دیده، مردم قتلای عام در ساحل مرکزی دیده. ظلم تشددی که طالبان در باقی قسمت‌های افغانستان کرده، هر کدام عزیز سبب میشه که مردم انگیزه داشته باشه که از خاک خود، از وطن خود، از عزت خود و از مردم قبیله خود دفاع کنه. خود اعمال طالبان و روش پاکستانیا خود از این انگیزه میته مردم که دفاع کنه. ضرور به تبلیغ ما And it's very expensive to wage a war, and Badakhshan kind of say it's very poor. How does he keep the troops equipped? جنگ زیاد قیمت است، از خود ثروت زیاد میخواد و بدخشان و این مناطق که ما دیدیم خیلی مناطق فقیر است. شما چگونه قوت‌های خود احتمال میکنید و برشان از کدام را امرار معاش میکنید؟ به یقین که مصرف جنگ هم بالاست و خساره جنگ هم زیاد است
و شما میبینین میتونین کمرای ازی افراد پرسان کنین از فردش. ما اصلا افراد خود به او شکل معاش نمیدیم، یا همه داوطلب هستند و داوطلب جمع شدن که از خاک خود از وطن خود دفاع کنند. اگر مسئله معاش می بود با این مصارفی که جنگ داره ما اصلا پورا کردش نمیتونست. مصارف جنگ را از کجا میگیرید؟ مصارف خریدن اسلحه را از کجا میگیرید؟ از کجا تامین میگیرید؟ یک قسمت دولت است خودش پول چاپ میکنه و قسمت دیگر یک چند معدنی که در دست ماست، معدن زمرد، معدن لاجورد و باقی عواید منطقه که است، از جمع از این میتونیم که با مشکل تا حد مشکلات خود حل کنیم. Okay. Now, were there any follow-up questions that you Hello. got? Okay. Can I just need to from one shot with his hands moving. So if he can just talk to you about, you just were discussing things before. So I just put his hands. میبخشید میخوایم که شما یک چند کلمه ادامه بدین. So you're talking about something else. دوباره اگر از دیگه استفامتان میگرفته. you want to take some other angles? Yeah. Okay, you can just Okay. So you guys can just chat. یا من یک چهره اسلامی و تنها رهبر مسلمان‌ها در سطح جهان که مقابل آمریکا قیام کرده یک چهره ساختند. وقتی گفته بشه که ما این را با ملل متحد می‌تهیم، این خود به خود روی انگیزه جوان‌های احساساتی تأثیر می‌مونه و این روش فعلا که موقف تازه دارد یکی از بهترین یک تغییر در سیاست است. این واقع تأثیر ولی کم آدم نکشته دیخوا. اگه دو تا امریکایی در بیرون خون داره که مردم در اینجا خون نداره، خون از یار 30% بکنه که چرا اینجا جنایت کرد. یک مقاله گفته است که در بین اسامه بن لادن و شخص دومش که فعلا نامش از یاد رفته یک نفاق آمده و خودش طرفدار طالب‌ها و ادامه جنگ مقابل شما نیست، ولی یک گروه از خودش جدا شده و او می‌خواهد که اول طالب‌ها در افغانستان حکومت اسلامی را بسازند. نه بابا کل که در خودش مزخرف خودش قدر عقده من از این عقده اسامه بن لادن از ولی نیست. زمانی که در دوران جهاد بود ما هیچ به او کاری نداشتیم، او اصلا من نمیشناختم. او در او زمان عقده داشت و تخریب نکرد. او در او زمان او عقده داشت و تخریب نکرد. بهترین چیز بازار آزاد است. بهترین چیز بازار آزاد. Значит, я художник из Москвы. Из Москвы художник. Приехал вас тут рисовать беженцев на Нижнем Пянже. He's come here to draw the refugees who are living in. Вот сейчас я пытаюсь снова поеду в Узбекистан и снова попытаюсь туда попасть на эти острова. حالا می‌خواهیم که پس برم به تاجیکستان و از اون طریق خود به اون جزایر
ما خودت ترتیب میکنم فردا پنجشیر رید میکنم. He will help you tomorrow to go to Panjshir. But you Завтра can do он it вас tomorrow. поможет. برو کلش رسم بکن. You can go and draw everything there. Вы можете بعد поехать میتونه туда بعد и از که рисовать دو روز بعد всё, دوباره что تو رو видите. برسانیم تاجیک. 2 days back. After 2 days we can bring you Я не back to понимаю, Tajikistan. что я 2 должен дня делать? позже, he says he doesn't understand. What does he have to do? میگم من چی کنم چی کارا رو انجام بدم که بتونم تا پنجشیر برم. هیچ یا ترتیب میکنن کل کار ترتیب میکنن هلیکوپتر میشونن پنجشیر پایین میکنن اونجا برات یک موتر میتن کل جای بگرد پس He بخیری. will be given a car to go around. Запросто Зубаир повезет вас в вертолет, потом вы улетаете туда. Куда и туда? Куда? В به پنجشیر. Панjshir. پنجشیر سالنگ. Да, в Панjshir, да, в Саланг. И они провожают вас. А там мне дадут возможность рисовать на этой дороге, которая Is идет it possible for him to Саланг? draw on this particular Саланг road I'm that never- goes Yes, to you can, Саланг? yes. Да, это возможно. Я очень рад с вами познакомиться, I'm very много pleased to слышал, meet you. I've heard a lot много about you. слышал. И когда-то, когда у нас زیاد была دربارش شنیدم. еще Наджибула там был, я тут был, у нас when- была экскурсия, And экскурсия when через Najib was Саланг. here, he went on an excursion through Salang. И وقتی мне, که نجیبی نبوده ای در راه سالنگ رفته بوده. خب да, и ехала делегация такая небольшая журналистов. And a small delegation Вот. of journalists. И я говорю, можно ли остановиться там And I asked немножко if we could stop порисовать? there for a little Они so we говорят, could draw. ты And что, I said- тут снайперы Шах Масуда, тебя they- тут сразу снимут. And they said, no, there's snipers of Ahmad Shah Massoud. از اونا خواسته که بشه کنار سرک استاد چه و از این تانکای خراب ما یک رسانه بگشن گفتن نه قوتای احمد شاه مسعود است و با اسنایپراشان شکارچیاشون تو رو میزنن. حالا میتونی که آزاد بری. Now you're free to go and take no Сейчас snipers. вы совершенно Pardon. свободны. Вы Tomorrow. совершенно свободны. سلام За- علیکم. завтра. سلام علیکم. Сейчас. خوب میشین Сейчас. خوب تصاویر خود تمام کرد. تمام کردن یک بارم یه فیلم صحبت داشته باشیم و میشین جایش داشته باشیم سر شکستاندن بوتا. ها جمله گفتم هم میش سوالات از شما جور کنی باید گپ بزنی. یک موضوع دیگه